این سه سوال است که کفار یهود و نصارا و مجوس درست کردن و همیشه در بین مسلمان ها پخش و نشر کردن و مسلمان ها این سه سوال همیشه به سرگردانی و پریشانی و جگرخونی از بسیاری از دانشمندان سوال میکنن و پرسان میکنن، اما جواب خود نیافتن و متوجه جواب خود نشدن. اول سوال است که چرا اسلام نظام اقتصادی نداره؟ دومی است که چرا اسلام نظام تکنولوژی نداره؟ سومی است که چرا نظام درس و تعلیم و تحصیل در جهان مسلمان ها اول نیستن؟ شما میبینید تمام ممالک کفری اسناد و بین المللی می باشه، چرا اسنادهای تحصیلی یا نصاب تحصیلی کشورهای اسلامی خوب نیست؟ برادران مسلمان، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به نبوت مبعوث شد، 23 سال نبوت و رسالت آنها بود که 13 سال دوران مکی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که مربوط عقیده و اخلاق و عبادات چیزها بود و 10 سال مربوط به حکومت و نظام سازی و دشمنی با کفار و جهاد و قتال و این مسائل بود. و بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردند، برای همه صحابه فرض و واجب بود که باید جنازه رسول الله صلی الله علیه و سلم را به خاک میسپردند و دفن میکردند. اما جنازه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک هفته انتظار شد. چرا؟ که یک کار خیلی مهمی در بین امت اسلامی مونده بود، یک فرضی که تمام فرائض با انجام او زنده می شود و یک فرضی که برای تمام امت اسلامی فرض عین است انجام او، یک فرضی که او از جنازه رسول الله صلی الله علیه و سلم لازمتر و ضرورتر بود، او مونده بود، باید او احیا می شد، بعد جنازه رسول الله به خاک سپرده می شد و او تعیین خلیفه مسلمان ها و نظام خلافت اسلامی بود که تمام امور مسلمین و امور الله متعال و سنت رسول صلی الله علیه و سلم باید به خلیفه مسلمان ها واگذار شه و تمام امت اسلامی به دور یک خلیفه واحد جمع بشن و بیعت بکنن و از او نظام اطاعت بکنن و او نظام الله را در روی زمین تطبیق بکنن. همانا یک هفته صحابه انتظار بودن و جنازه معطل بود، جنازه رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا که ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه مسلمین شد. بعد از اینکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه مسلمان ها شد، مسلمان ها تا 800 سال به نظام اقتصاد در روی زمین اول بودن. مسلمان ها زکات خور و مسکین و فقیر نداشتن، زکات خود به کفار ذمی و مستأمن میدادن و همه کفار دنیا محتاج و احتیاج به اقتصاد مسلمان ها بودن. این سوالی که امروز کفار از مسلمان ها پرسان میکنن و مسلمانان تمام روی زمین امروز محتاج به اقتصاد با کفار هستند. چرا؟ به واسطه که نظام خلافت اسلامی را شکستن و حدود الله را تطبیق نکردن و نظام اقتصادی اسلام از بین رفت و او وقت زنده میشه که پس دوباره خلافت زنده بکنن. دوم، مسلمان ها به تکنولوژی و اسباب زراعی و وسایل از مشرق تا مغرب، از شمال تا جنوب، بین تمام جهان انسانیت در بین کفار و مسلمان ها اول بودن. کشتی را مسلمان ها اختراع کردن، قایق مسلمان ها اختراع کردن، ساعت مسلمان ها اختراع کردن، اسباب طب معالجوی مسلمان ها اختراع کردن. کفار نه کشتی داشتن و نه اسباب و نه زراعی و نه وسایل. حتی پادشاه بزرگ کافر از پیش غلام مسلمان سواره تیر شده نمیتونست با اسب و شتور و با وسایل زراعی که داشتن. این هیبت و عزت مسلمین بود. چی وقت این نعمت و این عزت از مسلمان ها گرفته شد؟ وقتی که خلافت اسلامی شکست. مسلمان ها تا 800 سال بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم به تکنولوژی و زراعی و وسایل در روی زمین اول نمره بودن و تمام کفار محتاجشان بود در انجام استفاده اسباب و مسلمان ها احتیاجی و محتاجی داشتند. سوم، مسلمان ها تا 800 سال به نصاب تعلیم و تحصیل و تدریس و تربیت در جهان اول بودند. پوهنتون های آمریکا و اروپا و لس آنجلس و قسطنطنیه و تمام ممالک کفری به غیر از سایه مسلمان ها، اگر 90 تا شاگرد کافر بود و 10 تا شاگرد مسلمان بود، اما استاد هم از مسلمان ها بود، نصاب هم از مسلمان ها بود. کفار نه نصاب داشتن و نه استاد داشتن و این زندگیشان بود. مثل که امروز برعکس آیات جهاد و قتال و حدود و حجاب و قصاص و توحید از نصابهای پوهنتون پاک کردن، از نصابهای مکاتب پاک کردن، از نصابهای مدارس رسمی پاک کردن. مسلمان ماستر میشه، دکتر میشه، جذبه دشمنی با کفار نداره، جذبه جهاد نداره، مجاهد تروریست و دهشتگر و وحشتگر میگه. همون گپ میزنه که 100% گپش با یهود و نصارا موافقت داره. چرا؟ نصابی را خونده که در اون نصاب آیاتی که درباره حکومت داری بوده، یعنی 1000 آیاتی که درباره جهاد و قتال بوده به اون نصاب نبوده، 500 آیاتی که درباره نظام حکومت داری رسول الله صلی الله علیه و خلافت های اسلامی مسلمان ها بوده، او آیات در او نصاب نبوده. و
عقیده ای را یاد گرفته که یعنی هر مسلمان میتونه الله باشه، نعوذ بالله. یعنی الله شدن چی معنا؟ یعنی هر مسلمان میتونه حرام حلال پیش خود درست کنه، حق و باطل درست کنه، کفر و ایمان درست کنه. یعنی هر مسلمان قانون ساز شده میتونه. الله متعال در این آیات مبارکه حکم خلافت اسلامی و ایای خلافت اسلامی و زنده شدن احکام اسلامی را در کره زمین برای همه مسلمانین بشارت میده که من یک روز اسلام به تمام کره زمین حاکم میکنم تحت نظام خلافت اسلامی. سوره مبارکه حج آیت 41، سوره انعام آیت 6، سوره اعقاف آیت 26، سوره احراف آیت 10، سوره نور آیت 55، سوره کف آیت 84، سوره بقره آیت 30، سوره نساء آیت 100، سوره احراف آیت 74. الله متعال جل شانه در تمام این آیات مبارکه حکم زنده شدن قانون و نظام اسلامی را که یک نظام واحد با عقیده توحید در تمام کره زمین الله متعال میفرماید که ما حاکم میگردانم و اهل حق من نصرت و مدد و پیروز میکنم. و احادیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم هم وجود داره که خلافت به منهج نبوت در آخر الزمان زنده میشه و افراد ظاهرین علی الحق پیدا میشن که شریعت الله و حدود الله را تطبیق میکنن تا زمانی که امام مهدی ظهور میکنه و عیسی علیه السلام میآید، باز خلافت اسلامی به دست اونها میفته و خلیفه مسلمان ها میباشن و شریعت الله را تطبیق میکنن. تمام کفاری که با روس و با یهود و با نصارا و با روافض و با مشرکین و با کفار دنیا صلح کردن و دوستی کردن و گفتن که با شما جنگ نمیکنین، مثل امارت کفری که گفت که با کفار جنگ نمیکنیم، هر کس در برابر کفار بجنگه ما اون هم میزنیم، اینا به شمشیرهای سربازان خلافت اسلامی، به شمشیرهای سربازان امام مهدی رحمه الله، به سربازان افراد عیسی علیه السلام، همه ان شاء الله مردار خواهد شد و به جهنم الله یک پی یک دیگه فرستاده خواهد شد. یک جهنمشان دنیاست که ان شاء الله به دست سربازان خلافت اسلامی مردار میشن و یک جهنمشان هم آخرت است که الله متعال ابدالابد اینا رو به دوزخ میاندازه. و الله متعال میفرماید که مشرکین نجس هستند، ان المشرکون نجسون لا یغفر ان الله لا یغفر ان یشرک به یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. به یقین که الله مشرک نمی بخشه و الله میفرماید که براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. الله و رسول بسیاری جست از مشرکین. آیا یهود و نصارا مشرک نیست؟ بت پرست نیستن؟ آیا پیامبران و بچهای الله نمیگن؟ آیا ملائکه دختران الله نمیگن؟ آیا با این مشرکین دوستی کردن کفر نیست؟ ارتداد نیست؟ پس اگر امام مهدی ظهور میکنه و عیسی علیه السلام میاد با این کسایی که با کفار غلو میکردن، با کفار حربی پیمان و دوستی کردن، با اینا یک جا نمیشه. به ذات و صفات الله قسم است که اینا همه به شمشیرهای خود مردار میکنن و به جهنم الله میفرستن. پس جوانهای امت اسلامی، تمام محصلین و متعلمین و مکاتب و پوهنتون و مدارس و همه عامه امت مسلمه که شما الله را دوست دارین، پیامبر را دوست دارین، قرآن را دوست دارین، بهشت دوست دارین و شما مردمی هستین که مردم شجاع و دلیر و مبارز هستین. پدران شما مبارز بود بر علیه آمریکا و روس و یهود و نصارا مبارزه کرد و شما نسل تمیم انصاری و جبیر انصاری و به اصطلاح خواجه عبدالله انصاری رحمه الله و صحابه کرام و اسلاف و دانشمندای امت هستید. پس غیرت و شجاعتتان در میدان نبرد با کفار روی زمین، با کفار حربی و مشرکین حربی که یهود و نصارا و روس و آمریکا و لندن و سازمان بین الملل و پیمان ناتو و مشرکان امارت و روافض، اینا همه دست به دست هم دادن به واسطه که اینا دشمن مشترک خودش شناختن که دشمن مشترک اسلام هست، قرآن هست، سنت رسول الله است و پیروان واقعی صحابه و سربازان خلافت اسلامی است. همه در میدان آمدن متفق شدن، زن و مرد، از بالا طیاره هاشون، از پی تانگاشون، در خیریجات و کوچه ها جاسوسایشون کار میکنن به نفع اونها که تا که نظام طاغوت حاکم بسازن، قانون الله را بشکنن. پس شما اندازه یک زن و دختر آمریکایی آیا غیرت ندارید؟ شما الله و رسول دوست دارید؟ بیایید جوانی خود را فدای دین الله کنیم، این همت خود، علم خود، دانش خود و هجرت کنیم در میدان خلافت و با سربازای خلافت اسلامی یک جا بشین و با خلیفه مسلمان ها بیعت بکنیم و از جمله کسایی باشین که روز قیامت با صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جا حشر بشیم و جمله کسایی باشیم که حداقل ادناترین درجه شما شهادت بوده باشه که اگر در راه الله و در میدان هجرت و خلافت شما بیرون میشیم، اگر به اجل هم بمونیم، شما شهید فی سبیل و 100% هستین که در روز قیامت خامخا بهشتی می باشین و خامخا سبب شفاعت چندین نفر از فامیل و اقوام خود میشین. پس شما منتظر نباشیم که یهود به شما فتوای جهاد بده، منتظر نباشیم که روافض به شما فتوای جهاد بده، منتظر نباشیم که
مشرکین مرتدین به شما فتوای جهاد بده و منتظر نباشین این مشرکان و کفار که از دسترخوان انگلیس و یهود و روس و روافض ایران و آمریکا غذا میخورن و کمک میخواین و کمک های بشردوستانه را به ضد دین و اسلام و مسلمین دریافت میکنن تا که خوراک و زهرمار خود کنن. شما منتظر نباشین که اینا شما رو به خلافت اسلامی دعوت میدن یا اینا شما رو سرباز خلافت میگردونن. اینا از هر جایی که نان میگیرن از اونجا فرمان میگیرن به ضد الله و رسول و شما باید در میدان هجرت و خلافت بیاین با سربازای مخلص و مجاهد یکجا بشین و از علم و جان و آبرو و عزت شما در راه تطبیق حدود الله متعال کار گرفته بشه و الله متعال مدد و نصرت کننده همه مسلمین هست و اگر ما اسباب نداریم الله داریم. قدرت و مدد الله موافق تمام تیاره ها و اسباب تکنولوژی و زراعی و وسایل و ملائکه و انسان ها و مخلوق و کائنات هست و باید ما به او یقین داشته باشیم و کسی که یقین داشته باشه والله زندگی زیر بیرق طاغوت، زندگی زیر بیرق شرک، زندگی زیر بیرق ارتداد، زندگی زیر بیرق بدعت، زندگی زیر این نظام مشرکانه و ارتدادی بدعتی امارت هایی که یقینا با ریش و با لنگی و با عبا و قبای اسلامی در یک کفر 1000% قرار دارن به این جگاه مشکل است. یک بار مرگ به سراغ ما و شما میآید، یک مرگ با عزت، یک مرگ با غیرت، یک مرگ که ملائکه در او لبخند بزنن، یک مرگ که الله از او خوب راضی باشه، یک مرگ که سبب بهش رفتن ما باشه، یک مرگ که سبب زنده شدن حدود الله باشه. همونطور یک مرگ جوان مردانه را انتخاب کنیم و در راه الله هجرت کنیم و در میدان بیایم بیرون بشیم، با سربازهای خلافت اسلامی بپیوندیم و با الله و رسول پیمان بکنیم که ما از دین تو، از سنت نبی تو، از شریعت تو، از رشادت های صحابه تو دفاع میکنیم و با دشمنای نبی تو، با دشمنای صحابه تو، با دشمنای کلام تو، با دشمنای بنده های تو ما دشمنی میکنیم در میدان مبارزه. یا الله تو ما نصرت و مدد کو و توفیق عمل و هجرت برای